سلام دوستان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. دکتر زهره فیض‌آبادی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی. امروز میخوام براتون راجع به فلزی حرف بزنم که هممون میشناسیمش، طلا. طلا از قدیم فقط برای زیبایی و زینت نبوده. توی طب سنتی ایران و هند ترکیباتی از طلا برای تقویت قلب، آرامش اعصاب، درمان ضعف‌های عصبی و حتی افسردگی استفاده می‌شده. در آیورودا هم ترکیباتی از خاکستر طلا همراه با گیاهان دارویی برای تقویت کننده اعصاب و تقویت سیستم ایمنی تجویز میشه. در پزشکی نوین هم طلا هنوز جایگاه خودش رو داره. بعضی از داروهای تزریقی طلا برای روماتیسم مفصلی کاربرد داشتن و تحقیقات جدید نشون داده که ترکیبات طلا حتی میتونن اثرات ضد التهابی، ضد اضطراب و ضد افسردگی داشته باشن. در هند و پاکستان بعضی از فرآورده‌های سنتی حاوی طلا وجود دارن، ولی مصرفشون حتما باید با احتیاط و زیر نظر متخصص باشه. از طرفی فراموش نکنیم که طلا فقط جنبه استفاده زینتی نداره، بلکه ثابت شده که استفاده از زیورآلات طلا باعث اعتماد به نفس، آرامش روحی و احساس انرژی بیشتری در خانم‌ها میشه. پس طلا هم برای زیبایی ارزشمنده، هم در پزشکی و طب سنتی به عنوان یک عنصر درمانگر شناخته شده. فقط یادتون باشه مصرف دارویی اون بدون نظر پزشک اصلا توصیه نمیشه. شاد و سلامت باشید.